مطمئنا تو هم مثل من این داستان رو برای یک بارم که شده شنیدی، ولی به راحتی از کنارش رد شدی. فکر کن یه روز خیلی عادی و نرمال زیر یه درخت دراز کشیدی و میخوای یه چرت بزنی که دقیقاً توی اون زمان یه سیب از بالا میفته و میخوره وسط صورتت و یک ایده رو توی ذهن تو روشن میکنه. شاید این اتفاق قبلتر توی تاریخ 10 بار، 100 بار یا شاید 1000 بار اتفاق افتاده باشه، ولی تاریخ فقط داره از نیوتن اسم میبره، چون نیوتن از کنار یک ایده به ظاهر ساده عبور نکرد و اون رو تبدیل کرد به یکی از مهمترین قانونهای جهان هستی، یعنی قانون جاذبه. ایده ها دقیقا همین جوری هن. به ظاهر سادن و به راحتی به وجود میان، ولی تبدیل کردن اونا به یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ بشر فقط دست خود ماست. فیسبوک مارک زاکربرگ، اپل استیو جابز و اسپیس ایکس ایلان ماسک شاید یک روزی فقط یک ایده به ظاهر ساده بودن، ولی الان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر به حساب میاد. توی این اپیزود میخوام فقط راجع به شروع کردن با هم صحبت کنیم، پس ممنون میشم ازت که اول چنلم رو سابسکرایب کنی و قسمت بعدی رو هم حتما